شاهده یه صحنه دیدم عین ساختمون ریختم زمین. یه بچه گریه میکرد میگفت بابا من یه هفته از تو یه تیتاب میخوام، چرا برای من یه تیتاب نمیخری؟ بابایی داشت چرت میزد میرفت بالا پایین. بابا تمام رویای اون بچه یه تیتاب بود، باباش نمیخرید. بعد من چند روز پیش یه کلیپ زدم گفتم برای معتاد مهم نیست زن و بچهش کشته باشن. خیلی به زن و بچه من تو این کردن. نه آقا ما معتادیم، خرج زن و بچه‌مون هم میدیم. آقا تو پول داری، تو زورویی و بره. این تن ببینه خیلی ها وقتی مواد میزنن از شیکم و حلقوم زن و بچه میبرن. با من مصرف کننده میشناسم بچهش 2 سال آرزوی پوشیدن یه لباس تو بوتیک تو دلش مونده. آقا تو قدرتشو داری پول در میاری. من مصرف کننده میشناسم بچهش 1 ماه تو کف یه دونه کلوچه مونده.